شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو جناب چه میگویی؟ جناب آدمانمون آمدند، خائنان دهه گذر چرا آوردند؟ سنان همه آید. ساعتهای با شمارت مانده است دکتر. از همه خوبش تو را با سنان میسپارم. فرید زودتر. واه 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 واه، یعنی همین ها بر ضد تشکیلات مبارزه میبرند. بله جناب، حالا هم نشسته اید کنی خرزید. تو کیستی؟ من معلم دهه گذشته. خوب خیلی خوب. یعنی تو کیستی؟ یا اینکه تو هم معلمی؟ من امام دهه گذشته. خیلی خوب. یعنی فریب دهنده های مردم شمایید. در بیناتان فقط یک دکتر نمیرسد. حالا این دکتر است. همتان یک رو هستید. یکیتان تربیه میکند، دیگرتان تعلیم میدهد، بعد خواسته اتان میشود. کمی دیگر منتظر شوید. سنان که آمد روزتان رو نشان میدهد. ها؟ فرهاد، تو با در اومدگاه دیگه رفته سنان رو پیش بازگیر. خوب شده جناب، با من بیا. شما از اینجا یگان جا نروید. اطاعت جناب. با من بیا. پسرانتون تماما خوندن و نوشتن رو نمیتوانند اپیهوین؟ نمیتوانند زینب. پدرشان آنها را به مکتب رفتن نمیماند. هیچ چیز رو نمیدانند. شدنی مکتب رو خیلی وقت شد. درسهایمون هم خیلی پیش رفتند، اما هیچ گپ نه. من با آنها یاد میدهم. من قربانتم دخترم. خدا از تو راضی باشد. کنی بچه ها شما بسین درآید. برای این کارتون با پدرم جواب بدهید. بس کن بکری، گپ نزن. معلمات رو گوش کن. کنی زادرت رو گوشه به درم درو. چرا پدرشون زیدی مکتب رفتنشون است؟ نمیدونم دخترم، نمیدونم. نمیخواهد. قربانتم زینب، کمکشان کن، یگان چیز یاد گیرند. مثل ما بی سواد نمانند. خودت میدانی که در این جاها کسی که نمیخواند و کار ندارد سلاح به دست میشود. راست میگوید. خوش آمدید سنان. خوش باشی فرهاد. همه ازان خوش آمدید. خوش باشه. دیدی بگوی جسدی کودک را برده با مادرش سپارند. خوب شده سینان. کودک را برید. کی مرده است؟ تیمور. های شده است بیچاره. چه واقعه شد؟ یا با مرگ خودش مرد؟ خانه های شما تیارند، بیاید رفتیم. بچه ها به خانه ها جا بجا می شوند. تو ما را به نزد سبا ببر. خوب شده سنان، تو میمان ها را جا بجا کن. خوب شده است. رفتیم. مرحمت سنان. شرف مدیا تقدیم میکند. شما رو برای آدمان رو تبابت کردنتون به اینجا آوردن؟ بله همینطور. کودک جناب سبو بیماری وزنین، او رو تبابت کردن میخواستم. آب دی آخر حنیفه، چی را انتظاری؟ آب دی آخر دادم، فایده نکرد. هیش این کودک نمیرد. جناب رو جیغ زنید.
ای شما ما رو میشنوید؟ چه گفت؟ جناب رو جیغ زنید، او رو باید ببینم. چه جناب؟ جناب رو جیغ زنید میگویم، زودتر نمیفهمید. ای بس کن جناب، من با اون گفت دارم میگویم. ای بس کن، تن این طرف گذر. من در اینجا آرام نشسته نمیتوانم. او به ما کمک زیادی کرده است. من در اینجا مرگی او را انتظار نمیشوم. مادر، از دست ما چی می آید؟ من به نزد جناب سبا می روم. ایستا زلال، صبر کن. جناب رو نمیشناسی، او یکان ذره رحم ندارد، به خدا تو را میکشد. مادر جان، شما چی کار میکنید؟ آرام شوید از برای خدا. پدر، چی میگویی شیوین؟ اکای حیات اومدند. اوه، شامدی حیات. درباره دکتر معلومات جمع کردم آموزیکو. پدرش در وقتش در ده همون افسر شده کار میکرد. اهل و اولادش از کجا بوده است؟ اهل و اولادش از خفقو سرچشمه میگیرد. خوب، تشکر حیات، تشکر. تو بزدیدم آموزیکو. جناب فرمودن که درباره دکتر معلومات جمع کنم. خوب میشد اگر اولادش کرد می بود. رگو پیوندی او به خلق قفقاز رفته میرسد. قفقازی هایی از که آمده رو کرد میگویند. این را نمیدانی؟ نه خود ندانم این از کجا برآمد. همین طور است، لیکن آنها خودشان کرد بودنشان رو فراموش کردن. در اصل همشون کرد میباشند. شما رفته به جناب گویید که دکتر کرد است. تو چی ها میگویی دخترم زلال؟ من نمیتوانم. اگر جنابی سبا فهمد به خدا مرا ریزه میکند. تو هم شنیدی دکتر از اهل قفقاز بوده است. باز خوبتر، پدرش از قفقاز است میگویی. وقتی فرهاد با عزیز صحبت میکردن شنیدم. قفقازی ها فراموش کردند که در اصل کردهای قدیمه بودند. این طور باشد به جنابی سبا گویید که دکتر کرد است. احوال پسرتان خیلی بد شده است. یک روی نکنید. التماس اجازه دید او رو تبابت کنم، وگرنه کودک میمیره. جناب سبا، تو همین را با من گفتن میخواستی. با تو گفته بودم که پسرم را به دست ترک نمیدهم. استید، پسرتان در پیش چشمتون میمیرد. جناب سبا، این دشمنی را یک طرف گذارید. ترکم کردم، چی فرق دارد؟ اصلا از هم ترکی میرسد. پسرتون رو میکشید، میفهمید؟ پسرتون رو در خودتون میکشید. گذار. چی گپ است سینو؟ تر بدر اون درا یکان نافهمی شده است سینو. با من یگان چیز گفتن نمیخواهی فراد؟ چی گویم سینو برادر؟ مثلا درباره خلطچه مواد مخدری تشکیلات. در این بارا شنیدم برادر. من باشم شنیدم که بار در دست تو بوده است. نه به خدا، کسی گفته باشد تهمت کرده است. مواد در کجاست فرهاد؟ خطا کردم. شریکت کیست؟ او هم از تشکیلات است ها؟ گبزان گبزان به ناموس، گبزان گبزان. تو چیکار کردی بدی؟ چرا از او گب نگرفتن زود پراندی؟ با کاری کرده این خواهید توقت کرده نتوانستم. باباش خودم را داشتن نتوانستم. خواهین چی شد سینان؟
خواهین جزایش را گرفت. به دهه آبی کلان رو. جسد را برده سپار. بیاید میرویم. زودتر راه گردید. رفتیم. من به تو وقتی آمدن بار و راهی آوردنش رو میگویم. گوش کن. از یک قسم بار از من است. من راضیم برادر. اگر به دست رفتی دانستم که من تو را نمیشناسم. اگر مرا فروختی سرت را میگیرم. اینش را هم فراموش نکن. من به تو گفته بودم. ایستد امکی زکو ایستد آخیر. ممکن نیست. امکی زکو جناب با چشمم شرف مدیر تقدیم میکند. برو با بیرون پرتوید. در خصوص دکتر به جناب گفتنی دارد. سرده بگذار گوید. کنی با ما چی میگوید؟ گپ زن. جناب با من گفته بودید که درباره دکتر معلومات جمع کنم. خیر. اهل و اولادی دکتر از قفقاز بوده است. باز چه گفتن میخواهی؟ گفتنی هم که قفقازی ها فراموش کردند که کردهای تغییر یافتند. یعنی اصلشون کرد است. این طور که باشد میدونید دکتر ما هم کرد است جناب. باور کنید جناب. یعنی که او کرد است. دکتر رو به نزدم بیاری باد. بچشم جناب. چی شد؟ خواطر نشو. آقای دکتر بخوایات جناب با گفته هایم باور کرد. خدا را شکر. تشکرم اکیزکو. دکتر پسری جناب شرف مدیر تقدیم میکند. برای انتظاریت حاجت نیست. تو به دهت برگرد. مایلش من میروم. لیکن شما با من گویید که دکتر چه حال دارد اماکیزکو؟ او را ندیدم اما خواطر نشو. از این پس بد خاطر کسی دست رساندن نمیتواند. سینم برادر خوش آمده. تشکر. خوش باشد. جنابی سبا در خانه است؟ بله در خانه. خب رفتیم. بیا دکتر. کنی بیا. پسرم با تو امانت است. او را تبابت کن. جناب سینان آمده است. من به نزد کودک میرم. بایلش تو به نزد بیرام رو. واه 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 واه. شما در اینجا چیکار میکنید آقای دکتر؟ نترسید. مرا جنوبی سبا فرستادند. خوش آمدید سینان. خوش باشید جنابی سبا. خوش آمدید. سلامت مرحمت باشید. گذارید. مرحمت. احوالش تماما بد است. التجا میکنم کمک کنه. اوه تبش بلند است. زود آب سرکه و دوکه بیارید. حاضر میارم. سینان لباس هایت را برو. براحت باش. مایل جنابی سبا. سینان آمد دکتر. میدونم بهترش در اینجا بودنی مرا نفهمد. راست میگوید اما در پس همین دیوارند. اگر در را شده درآید کسی او را نمیدارد. یگان خواهشی داری دکتر؟ نه میخواهم بیرم رو گرفته و نقطه طبی برم جنوبی سبا. سبب؟ دارو نیست. من در این شرایط به کودک کمک کردن نمیتوانم. داروها را حنیفه جمع کرده بود.
میگویم با تو میارم. میشوه دکتر؟ اما باید او را به نقطه طبی برم. نمیشوه دکتر. در همین جو در پیش چشمم میموند. فهمیدی؟ جناب برای رفتنتان اجازت نمیدید. پس چطور روزی شد که کودک را تبابت کنم؟ سببش خانم زلال است. خانم زلال؟ بیاید گذارید مادر جون. من به ده می روم دخترم. کمی دم گیرید بعد می روید. برای بروستاتون رو خیلی خاموش. دهانت را به کسی نکشا خدیجه. برات بودنی دختر را نباید کسی فهمد. خواطر نشوید مادر جون، به هیچ کس نمیگویید. آه دخترم. در کجا بودی؟ در کجا میگردی؟ عزیز مادرم اومدند. آمده باشند که کجا میگردی؟ با مادرم دیه رو نشون دادم. خوش آمدید نمیگویی عزیز؟ خوش آمدید و اما برای چی آمدید؟ برای خبرگیری. دخترم آمدم. او خوب است. هر وقتی که دخترتون به خاطرتان آمد می آید. با من این کارتان معقول نیست. خیر کنان. من روم خدیجه. سلامت باش. برای چی مادرم رو خفه میکنی؟ دمت را گیر. سببش را نمیدانی. مادری تو ضد تشکیلات است. او خائنت. در خانه من به او جای نیست. عزیز چی ها میگویی؟ مادرم از این کارها بیخبرند. چه خیل تشکیلات، چه خیل خواهین؟ بازگرد میگردانی گوش کن. حاضر شلاق میخوری. بدرون درو. زودتر. که عزیز چی شده است؟ چی میخوایی؟ تیمور رو پروندم. نخود سیلودرونی رو به خونه اشون آوردم. چه خیل مرده است؟ دخترم چی در اینجا نشسته ای؟ کنی رفته خوراک را بیار. دخترم با کی میگویم؟ با تو میگویم رفته خوراک را بیار. مادرم در کجاست؟ حالا هم به من نگفته اید. دخترم تو حالا هم نمیفهمی ها؟ چند بار گفتم که نمیدونم. چند بار گفتم. مادرت مرد گفته دروغ گفتن میتوانید. پنهانی از همه زن گرفتن میتوانید. اما در کجا بودنی مادرم را پرسم نمیدانید. زبانی تو دراز شده است. دهانم را پوش و رفته خوراک را بیار. نمیارم. خوراکتان را همان زنی گرفتهتون بیارد. قزبان دخترم اینجا بیا. قزبان برگرد میگویم. قزبان قزبان جان چی میخوایی؟ السلام علیکم. چی میخوایی گفتن؟ السلام علیکم. اینش را فهمیدم. چی میخوایی؟ زود گپ زن. السلام علیکم. گوش کن الدا، قهری مرا نبیار. مرحمت خانم قزبان. این چیست؟ به تو مکتوب نوشتم. خدایا توبه. برای چی؟ بسیار گفتنی ها دارم لیکن گفته نمیتوانم. من از همین سبب نوشتم. تو بعد این را خوان. قیزبان خانوم. اینه خانوم من گفتنی خودش نمیدونه چی نوشت از احمق. داروهای پرتفته جناب همین هایند. تشکر. پسرم صحت می شود آقای دکتر؟ بخواستی خود صحت می شود. خواطر نشوید. یکی من و معلمی هست سینون. من آنها را دیدن میخوام جناب سبا. میبینید نمیگریزند. اول خوراک خوریم بعد میبینید. خماری است؟ دسترخوان تیار است جناب. مرحمت کنید.
مرحبت رفتم بسر دسترخوان. байрам бояд дору нӯшад. آب بیارم. майлаш, аммо ҳаво хунук аст. оби гарм биёред. فهمیدم آقای دکتر. مرحمت. با درون دارم. این طرف گذارید. تشکر جناب صبا. تشکر. گذارید. خوب شده. مرحبا. کمی شما هم گذارید. مرحبا گذارید. شمی. سنان برادر. پسری جناب صبا بیمار است؟ بله خیلی بیمار است. بیماریش گذرانده است. بیایید از اینجا برایید. سنان همه تو رو انتظارم. دستانم را شستن میخواهم. زکا کمک کن. مرحمت سنان برادر. تو کجا شدی دکتر؟ ببخشید همینجایم. یک دورو از دستم تصادفاً افتید. بیا دکتر. مهمان داریم. یک جا خوراک میخوریم. تشکر جناب صبا. من در فکر پسرتانم. در اینجا او رو طبابت کردن غیر امکان است. байрам رو باید به نقطه طبی بریم. این شرط است. اگر صحت شدن پسرتان را خواهید چاره دیگر نیست. خوب. اول مهمان ها را گسل کنم. بعد میفرمایم شما را میبرند. من خودم байрам رو برده میتوانم. نمیشود دکتر. من هم دوست و دشمن دارم. چون بار خلطه او را به دست تو دادن نمیتوانم. خودت تنها نمیروی. کمی صبر کن. آدمانم شما را برده میمونند. مایلش. آفرین بهرام. بچه ها من با طلبه های نوامون کار میکنم. شما باشید چیزایی که بهرام در تخته صنف نوشت با دفترهاتون کوچونید. به شما سپارش داده بودم که در دفترهاتون خطای راست کشید. من کشیده ایستادم معلمه. آفرین. تو چرا نکشیدی بکری؟ این چیز به من لازم نیست. تو چه ها میگویی بکری؟ پدرم گفتن که مکتب به ما یگان فایده نمیورد. خیز رفتیم. برای چی کار؟ خیز گفتم. بکری صبر کن. بکری ایستید. بکری معلومه زینب چی میخوایی قزبان؟ مکتوب گرفتم اما خوانده نتوانستم. میخوایی آن رو من خوانم؟ بله. این مکتوب از کی بوده است؟ از زلدا. یک چوپان ابله هست کو؟ به خانم قزبان پر قیمتم گفتنی دارم. پرنده به درختش خست، ماهی به آبش خست، گوسفند به علف، بزها به کوه، من باشم به تو. معلوم می شود که الدا به تو عاشق شده است قزبان. یعنی او اظهار عشق کرده است. عشقش از سرش ماند. الدا لبه اینجا بیا. ها بیا زودتر. ها بیا مرا میگویی؟ ها تو بیا زودتر. به فکرم مکتوبم را خوندی. ها به تو معقول شد؟ معقول شد. مگر معقول نمیشود؟ نخواد در حقیقت کذبان. الدوی احمق، الدوی چوپان، تو خودت رو با کی برابر میکنی؟ ها؟ با کی برابر میکنی؟ انا با کیش؟ ها؟ انا ایو شک نشده مور.
آه قزبان آه اما که زکا چی شد دکتر؟ خاموش اون حالا هم در درونند. بله. برای بیرم رو بردن شما رو انتظارم. میدانم اما جناب حالا امر نداده است. زکا کجا شدی؟ همین جایم برادر. زکا اسیرها در کجا اند؟ در پایان در دهخانه اند آنها. بیا ما را با آنجا بر. خوب شده است. بیا زودتر. اشتیایتون بابا جا مردن؟ سیر شدم جناب سبا. چه سیر شدی؟ مثل گنجیس رو خوردی؟ گفتم سیر شدم. این دختر کیست؟ نامش مجده، مثل او برا. مرا که میفرسته جناب سبا؟ صبر کن دکتر، صبر کن. انا اسیران سنان. کنی خزر از جاتون خزر. ایمان تو هستی؟ منم. گوش کن احمق، و تو چی فایده است که در بدر گشته ما را بد میکنیم و مردم را برزیدیم ما مرشورانی؟ از جات نجوندید. اینها را ایمانی من میفرماید. هممان مسلمانه، خون کی را میرزانیم؟ برای چی؟ گوش کن، دینی ما دینی مزدک است و اسلام ما را بعداً در آوردن. اکنون تو بر اینا همه را برزیدی ما میشورانید. چی؟ تو مسلمانی؟ نجوم گفتم که بودن اصلی تو را نمیدانم، اما مردم اینجا از مسلمان بودنشون افتخار میکنند. جانت سر شده ای. میکشم تو را حیوان، میکشم ابله، میکشم. از آن که با شما همکاری کنم مرگ را انتخاب میکنم. دمدراتی میکشم تو را. آخر نظر تو گناه ندارن. تو چه ها میگوی احمق؟ حالا نوبت به تو هم میرسد. تو خودت کیستی که با امام همراه شده ما را بد میکنی؟ من کسی را بد نمیکنم، لیکن این کار شما جاهلی است. اگر تو چنین گویی بد که به کوه میبراید که مردمی ما را محافظت میکنه. خونریزی کردن مگر محافظت کردن است؟ به مردم دانش لازم است. با دانش مردم کار کردن را یاد میگیرند، قشاقی نیست میشود و وطنمان آباد میگردد. هممون در یک وطن آسوده زندگی میکنیم. دمدراتی چه در یک وطن میکشم از لعنتی، باز با من عقل یاد میدهی؟ همه با تو ابله میکشم، تو را میکشم. همه با تو ابله، همه با تو. سر جانم، سرکم، سر جانم. مادرم با چشم چور برای انتظار است.
از ده برگی نیزم. اگر با آنجا روید و مادرم بیاید که مرا انتظار نشود. بیا خیر. جانم ایسا نمیگریزی ایسا اینجا بیا ساعت رو خم کن. ایسا از ما نمیگریزی فهمیدی؟ بکری تو چی کار میکنی ابله؟ ما بازی کرده ایسودایمه؟ پسرم این چه شوخی بوده است؟ با سلاح شوخی میکنن مگر؟ یا خدای توبه. چرا شما رو معلم از مکتب جواب داد؟ درسی برای ما جای نبوده است. راست میگوید؟ گفزن آخیر چرا خاموشی؟ اکرم راست میگوید مادر جان. انا شنیدید من راست میگویم. او دروغ میگوید اپای هبین. نه دخترم. راستش رو گویم. بکری از درس گریخت. دادرش رو باشد بازاری برد. بکری؟ در این سین و سال خواندن ما چی لازم؟ خواندن سین و سال ندارد بکری. برای آیندهت باید خونی. و شما چی؟ رفته دیگران رو درسیه. من خواندن نمیخوام. بکری بیادبی نکن. این چه گپ زدن است؟ آخر معلمت. بکری چرا تو اینقدر بدقهری؟ بر قصدی کی میکنی؟ مادرت و من خوبی تو رو میخواهیم. از همه کاری خوب برای تو خواندن است. از همه راهی درست هم همین است. بس است. از من چی میخواهید؟ دفع شوید از اینجا. با من کاردار نشوید. اصلا تو دفع شو بی تربیت. احمق بی آدم بی ایمان ظالم. توبه استغفرالله خدایا توبه توبه استغفرالله. من با این بچه هایم چیکار میکنم؟ زیق نشوید اپای هبین. همراه یکون چورش رو میابیم. آنها حالو خوردن چی گفتنشان رو نمیفهمند. از این کودک ها کار خیر نمیبراید. خوردش کودک گپگیر است اما بکری چرا بکری این خیل است؟ او با پدرش رفته است. با فکرم او هم مثل پدرش آدم تشکیلات می شود. شاید پدرشان آمده باشد. من یک بینم. این آدم از تشکیلات است. اپای هبین من با این آدمون روبرو شدم نمیخواهم. بیا دخترم من تو از در دیگر میبرم. رفتیم. لبایکا تو پسری فرهادی؟ بله پسرش. مادرت نیست؟ تو بدم درو. فرهاد در خانه نیست. میدانم از این پس او دیگر نمی آید. همدردیم را قبول کنید. خاله جون مادر تیمور شمایید؟ خاله جون وقت
وقتی که تیمور جون میداد من در نزدش بودم. میدونم دردتون رو زیاد میکنم، اما ببخشید. با تیمور وعده داده بودم، گفتم که مادرت رو میوبم، همه گفته هایت رو با اون میرسانم. قربانت شدم، با این چشمانت تیمورم رو دیدی، با این دستانش رو داشتی. اصلا بوی تیمور میآید، کنی با من گو دخترم تیمور با تو چی گفت؟ گفت که با مادرم گوی که شیری دادش رو با من ببخشد. با او فرزندی سزاوار شده نتوانستم. شیرم رو بخشیدم خانم رو تایبی میکردی پیسرکم، چراغم را روشن نگاه میداشتی، برای یک لقمه خودت را قربان کردی پیسرکم. من اکنون چیکار میکنم؟ خودم تنها چیکار میکنم؟ با خانه پول میارم، گفتم خودت را قربان کردی. انا این آخرین پوله که به خانه آورد، پوله که برای وقت جانی تیمور شد، جانی مادر. به خاطر مادر خودت را قربان کردی پسرکم، فدا کردی. برفین؟ برفین این منم خدیجه اپت رو نشناختی؟ شناختم. این چه احوال؟ در دستت سلاح نکند که تو هم با تشکیلات همراه شده باشی. دور گرد، با من نزدیک نشو. بیایید اکنون میرویم. آنها در گرد و اطراف گشت ایستادند. آخر جنابی سبا اجازه دادن، چرا باید انتظار شویم؟ زودتر رفتن در کار. مایلش مژده در هیچ کجای نیست. در نزد اسیران مانده بود. در آنجا هم نیست. از آدمان مادری تیمور را پرسیده است، شاید به آنجا رفته باشد. او کی اطاعت کردن را یاد میگیرد؟ تو مردی دکتر. در دستم کودک از سینان. کنی بدرون راهگرد میگویم، راهگرد. کودک را گذار، به پای خودت آمدی. کودک را گذار. تو مردی، به من خیانت کردی. تو مردی. تو چی کار میکنی سینون؟ دکتر خائن از جناب سبا. سینون دروغ میگوید جناب. بینید باز گپ میزند. ایست سینون، این کار رو نکن. حقیقت چنین است جناب سبا. سینون در زد و خورد زخم برداشته در دم مرگ بود. برای وجه او رسیت کردنم با او شرطنامه پنهانی بستم. سینون به ده و مکتب هجوم نمیکند، من باشم او را تبابت میکنم. اما از شرطنامه پنهانی ما کسی خبردار شده، آوازه کرد که سینون به تشکیلات خیانت کرده است. از همین سبب سینون مرا کشتن میخواهد جناب سبا. این راست است سینون؟ دکتر احمق، تو مردی. بیا شد سینون، رفتیم. بس کن، رفتیم. برو. بیا گوش کن. اگر چونین شرطنامه باشد، تو در حقیقت به تشکیلات خیانت کرده ای. دکتر دروغ میگوید. اینش رو نمیدونم. تا پسرم را صحت کردن دکتر با او دست نمیرسونی. برفین خواهرکم. مرا دیگر برفین نگوی. برفین نیست، من مژده. اینطور نگوی برفین. مادرم برایت خیلی خواهتیرند. قربانت شوم به خانه برگرد. سرد مرا، رو از اینجا گفتم. التجا میکنم به خانه برگرد برفین. خودت را نابود نکن. تو با این کارهای من دخالت نکن. گفتم که دخالت نکن. بیا تو رو به نزد مادرم به خانه برم. من بازگشت ندارم. مرا به حالم گذار. با شما ضرری نرسد، با مادرم ضرری نرسد. برفین بسد.
خواهرانیم با تو چی کار کردن؟ باید مادرم رو خبردار کنم. بعدی کودک را معاینه کردم به دیه برمیگردد. خوب شد که خبر دادید خاله زیلول. من هم برای آقای توحید خیلی خواطر بودم. اگر تو را نمیدیدم به دیهای ورگنیز رفته دکتر را میکفتم. خواطر نشوید بابا، آقای دکتر خوبند. شما در اون دیه چی کار داشتید خاله زیلول؟ چی کار میشد دخترم؟ برای دیدن خدیجه رفته بودم. واقعه را در همانجا فهمیدم. آقای دکتر آید خیلی غمگین نشود. بخیر است بابا؟ کماندان سربازان برای دیدن دکتر آمده بود. از مادری دکتر یگان خبری یافتند؟ بله خاله زیلول. شاید برای دکتر یگان خبری آورده باشد. زکو لبای جناب گیر و تو امانت پسرم را خوب نگاه کن. خواطر نشوید جناب، با خواست خدا دکتر کردک را صحت میشوید. نغز کردور روی سفید صحت میشوید. بیایی دکتر رفتیم. چا خدایا این دکتری ماست. تو صحت شدنی پسرم صبر میکنی سینون. مجده در کجا میگردی؟ من به خونه تیمور رفتم. وقتی که در زیر فرمان منی از پیش خودت هیچ کار نمیکنی، فهمام؟ برای اطاعت نکردن جزا میگیری. رو نزد دری اسیران نوباداری کن. زودتر تو اثر دارم. زودتر با او همین خود جزا میگیری سینا. با او از جزا دیدن تربیه بیشتر لازم است که چه تربیه لازم است. تو این دختر رو خیلی حمایه میکنی. کارت نباشه که چه. این تب شدنش معلوم بود. این خیلی نگوید. شوهرتان برای محافظت خودمان مرد. در زد و خورد با سربازان برای دعوا جانش را فدا کرد. او جوان مرد بود. یک چیزی رو پرسم. شوهرتان به شما یگان امانت نمانده است؟ من نمیدونم، خبر ندارم. کمی فکر کنید. یک خلطچه از تشکیلات با او داده بودند. باید در همین جا باشد. نیست. فرهاد به خونگان خلطچه نوارده است. گریه نکنه چه بچه ها. اکنون پدرم نیستم. ما را کی صاحبی میکند؟ زیغ نشوید. شما را از این پس تشکیلات صاحبی میکند. چند سال هستی؟ 15. تو چی؟ 14. پدرتان جوان مرد بود. با مرگش غمگین شده. اما وقتی مثل شما شیر بچه ها دارد جاش خالی نمیماند. اگر یگان مشکلی شد ما رو یابید، کمک بکنیم. رفتیم. خدایا کمکم کن. خودم تنها با این دو کودک چی کار میکنم؟ زیغ نشوید مادر جان، تشکیلات به ما کمک میکند. خای بعد چی شد برادر؟ چی میشد؟ مکتوب را پاره پاره کرده برایش زده است. آقای یشر راست میگویند. فایده ندارد. مرام هم دیگر به قزبان نزدیک نمیشوم و دلم با سنگ زد. این نالیش نکن اردو، آخر تو مرد هستی. این خیلی نگوید آقای یشر. این عشق است، آسان نیست. اردو برادر، در حال از روی نگردان. من میگویم که
قیزبون هم با تو عاشق است. انا دیدی؟ تنها من نه، همه چنین میگویم. راست میگویی جنابم. البته دوستم راست است. چی فکر کردی؟ تو این کارها رو از من پرس، از من. گوش کن، یک به تو ناز کرده است آن دختر. از این رو پس نگرد، اما راهی رفته‌ات خطا است تو. یعنی چه خیلی خطاست؟ بله، این خیلی نگاه کردن و عاشق بودنت و گفتن و مکتوب نوشتنت خطاست. از پسش تماما نگرد. نباشه چیکار کند؟ ها بله چیکار کنم؟ از این پس با پدری دختر نزدیک میشوی، دلش رو میابی، بعد از شهباز دخترش رو خودگوری میکنی. اگر رئیس قیزبان رو به تو دهد، قیزبان یگان چیز گفته نمیتواند. البته روز میگویم، البته نمیتواند. ای خدا جان، خب بهتر کردت. خدا از شما راضی باشد. من رفتم. دارم با این بیچاره چرا بازی میکنی؟ گناه نیست مگر؟ قربان جواب یاشد، این کم شوخی بود، یک کم خوشحالی کردیم و خواست. السلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدید امیر، خوش آمدید. خوش باشید. ما هم تو را انتظاریم. چی خبر؟ چی کار کردی؟ رئیس جناب سبا گفته را یافتی؟ یافتم اما که آمد، یافتم اما او مرده است. این طور نگوی. اکنون چی می شود؟ ما برات را یافته نمیتوانم. کی میداند او در کجاست؟ رئیس یک پسر داشته است. او مصطفی کماندان را میشناخته است. خب با تو چی گفت؟ آن وقت ها خیلی خرد بوده است. برای همین مصطفی کماندان را در خاطر ندارد. نباشد بهوده گپ نزن تمیر. سراسیمه نشوید. پسر رئیس درباره یک معلم از دهه ارپشم گپ زد. آن معلم پدر دکتر را خوب میشناخته است. اگر آن معلم را یابی، این طور باشه چی را انتظاری؟ رو با آن ده او را یاب. خوب شده است امکی امید. این کار آخر ندارد حامد. بهوده سرگردان میشویم. برات را یافته نمیتوانیم. بیا از او دست کشیم. نه اکا، دست نمیکشم. اگر من او را نیابم، من حامد نباشم. من همین. دیلو زود با بیرم دورو گذران. خوب شده است آقای طاهر. بیرم رو نجا دادیم امکی زکو. با شرافت شما آقای دکتر یک ردی کردید، حیاتتان را در خطر گذاشتید و به مراد رسیدید. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. اگر در شهر می بودید پول زیاد کار میکردید. پول رو در همه جا یافته می شود، اما چون این دعای خیر در هر جا به دست نمی آید. از برای خدا شما چقدر انسان دکتر. این گپ رو یک طرف مونید. اول باید برای شما یکون جای یابید. من به خودم جای میابم. در اینجا خیش و تبار دارم. از پا برده مونده کم کم آمده کدک را خبر میگیرم. خیر نغز مانید. خیر تو بزدید. دیلو تو این سوزن درو رو هم گذاران، من حاضر می آیم. شما با کجا می روید؟ با مکتب به نزد زینب می روم. کمی استراحت می کردید؟ خیلی خسته می نمایید آقای طاهر. نه باید اول زینب رو ببینم دیلو. با خیر است بابا ابراهیم، یکم واقعه شد. ما هم به نزد تو می رفتیم دکتر. ما با تو گپ داریم. ببخشید بدتر گپ میزنیم، یک کاری مهم دارم. ایستا درباره خانم رابیه گفتنیم. با مادرم چی شد؟ در حال خواطر نشو. کماندان سربازان به نزد آمده بود، تو رو نیافته به نزد رئیس رفته است. این را برای تو ماند. نه خود اونها مادرم رو. در حال فکری بد نکن سرم، اول گوش کن. او گفت که این را بعد از عملیات از غار سلاحداران یافتند. با فکر قماندان خانم رابیه حالا هم زنده است. یک علاج کرده میابیم گفت. دکتر خواطر نشود گفت.
خیلی زیق شد بیچاره. چرا زیق نشود زلال؟ آخر مادرش است. همین فعلو، اما چاره ندارد. دکتر حالا باز خیلی زیق می شود. برای چی رئیس؟ به فکر من مادرش کی ها مرده است. مادر جان. خبری بد زود پخم می شود. اگر یگان گپ می شد خبرش می اومد. خودت را بیهوده آب و آدو نکن پسرم. مادرم رو خیلی پزمان شد. در نبودنش چقدر عزیز بودنش را حس کردم. مادرت را می یابم. بس دیگر گریه نکن. چطور گریه نکنم؟ آخر او مادرم است، میفهمید. به مادر بودن مشکل بوده است. اگر با او یکان چیز شود. گریه نکن پسرم. بین من همین جایم. من هم مادرت حساب می شوم. ببخشید، خودم رو داشتن نتوانستم. من باید روم خلای زلال. خاله، من مادرت هستم پسرم. نه، دیگر نمیتوانم. باید داند مادرش بودنم را، برات بودنش را باید داند. حقیقت رو به او میگویم. تکشای پی در پی که زود تکرار شده ایستادند سبب مرگ ده‌ها مردمی آسایشته گردیدند. موافق خبرها از وزارت کارهای داخله امروزها در استانبول قندشان را زنن آدمانمان در شهر ترس و وهم جاری کردند. همه در هراسند. از این ماشین سوزانی ها نتیجه به دست می آید سینان؟ برای چی نمی آمده است؟ مملکت در زیر آتش، مردم می ترسند، دولت باشد خاموش. یعنی ما هم از راهمان بر نمی گردیم؟ بله، همینطور. راهمان را دوام می دهیم، لیکن این قبیله ها برای چی به ما یاری نمی دهند؟ بغیر از یک دو قبیله دیگر از هیچ کجا یاری نمی آید. مجلس گذرانده اتان یگان نتیجه داد؟ با خدا بابا ابراهیم رد کردند. آن کس که رد کردند دهه گوزلچه هم با ما همراه نمی شود. اگر بابا زید باشد دهه آبی کلان با ما همراه نمی شود. آنها که نخواستند دیگر قبیله ها نیز نمی خواهند. بله همین خیل است. به ناموس ها با ما همراه شوند گفته با کشادن مکتبشان هم چشم پوشیدم. گوش کن سینون، دکتر میگوید سازشنامه داشته اید؟ سازشنامه نیست. دکتر دروغگوی است. مادامی که این دیه به تشکیلات نفرت دارد، در این حال من هم مکتبشان را آتش میزنم.
این کلمه ها رو با دفترهایتون نویسید بچه ها، فهمیدید؟ من حاضر می آیم. طاهر، خوش آمدید. خوش باشی زینب. برایتون خیلی خواطر شدم. زینب با من کش کن. خیلی خسته می نمایید. گریه کردید طاهر. مادرتون رو یاد کردید. میدونم که شناسنامه‌شون رو یافتند، اما شما ذیق نشوید، انشالله اون کس رو مییابند. انشالله زینب. من به تو چیزی دیگر نگویم. مکتب رو یک چند روز بستن لازم است. برای چی طاهر؟ سینون با آدمانش در دهه ورگینیز است. اینجا اومدنش ممکن است. آخر شما با سینون شرطنامه بسته بودید. دیگر اون شرطنامه یگان حکمی ندارد زینب. و گوش کن زینب. طاهر، من مکتب رو بسته نمیتوانم. نمیفهمی زینب، فقط برای یک چند روز، بعدا کارات رو ادامه میدی. اصلا شما مرا نمیفهمید. اگر اصلا دارون ترسیده مکتب رو بندم، دیگر یگان کس فرزندش رو با مکتب نمیآورد. شما این رو میفهمید. به این هم با مشکلی آنها رو جمع کردم. میدونم زینب، اما اگر بیایند. خاطر نشوید طاهر، هیچ چیز نمی شود. مادرتون هم یافت می شود، همش خوب می شود. روید، کمی استراحت کنید. روید. تو اینجا بیا. همه را جمع کن، برای هجوم تیار شوند. از من خبر رو انتظار شوید. زودتر. اطاعت سینون. زودتر. مژده، اسیران به تو امانت، با خبر باش. خوب شده است. مژده، چشمت رو از آنها نکن. مایلش کچه. به دهکای هجوم میکنیم سینون. از دیدی خبر رو انتظارم کچه. نیست. در اینجا هم نیست. اون خلطش در کجاست؟ در کجا پینام کرده باشد؟ رفیقانی پدرم در کجا؟ مادر جان، آنها چرا به جنازه نآمدند؟ نآمدن این خیلی بودم بهتر است. شاید پدرت آنها خودشان کشته باشد. کنی گپ زنید جناب سبا. این مسئله مهم برای واخوریمان چی بوده است؟ میدونید ما سردارانمون را به حد حرمت میکنیم، اما آنها ما را فریب میدهند. مثلا آدمان شما با بهانه کمک به خلق هم موقعشان را پرقوت کردند، هم کیسه هایشان را پر ساختند، اما همین که نوبت به ما رسید کار رنگ دیگر گرفت. آخر باید به ما هم نظر کنید. ما هم در این کار سهم گذاشته ایم، لیکن ما را استفاده بردند. جناب سبا، اگر شما را ندانند به مثل قاشقی از شیر برآمده سفید گمان میکنند، مگر شما هم مردم را فریب نداده بودید؟ در نظرشان گویا برای آنها زحمت کشیده ایستادید، اما پنهانی و قاچاق مواد مخدر و انسان فروشی کار نکردید. گپ زنید آخر، چرا خاموشید؟ خیر میلش، خواطر نشوید. به این هم یک لایحه نوی دارم که به شما پسند می آید. لایحه؟ این چه لایحه است؟ شما خوب می دانید که مردم ما مطیع دین هستند. دین ضعیفی آنهاست.
سخن دینی را که شنیدند همه‌شان سر می‌فرارند. ما هم اکنون با نام ظاهری دینی یک تشکیلات نو می‌سازیم، یعنی به نزدیکی هم با نام دین جنایت‌های نو سر می‌زنند، هم پیشوای تشکیلات نو تأسیس در زیر دستمان یک مواد تیار می‌شود. وقتش که رسید به هیچ چیز نگاه نکرده بمبمان را می‌کفانیم. خوب، اما این با ما چی فایده می‌آورد؟ جناب سبا، اگر ما در بین 2 سال اینها را اجرا کنیم، جمعیت باز به تهلکه می‌افتد. همه به تهلکه که افتاد چی می‌شود؟ احوال سیاستچی‌ها و آنهایی که به ما خلل می‌رسانند به تنگ می‌آید. برای شما و ما راه گشاده می‌شود. یعنی چنانی که می‌فهمید، یا عادی کرده گویم، به نزدیکی هم شما و هم ما به مقصدمان می‌رسیم. فقط بمانند ما شما نیز وظیفه های برگردنتان بوده را اجرا کنید. اینطور باشد ما باید کدام وظیفه را اجرا کنیم؟ مردم را اذیت میدهید، میترسانید، به وهم میارید. هر آنچه مردم را بیدار و هوشیار میکند نیست و نابود میکنید. کاری میکنید که آنها هرگز چشمشان را کشادن نتوانند. جنابی سبا، نکشایند تا از احوال گرد اطرافشان بخبر مانند. شینت خالای زیلول؟ نه، بهترش میستم. بیمارید؟ نه، من صحتم. سوزان دور رو گذروندی دیلو؟ بله آقای طاهر. من با تو گپی مهم دارم پسرم. مایلش خالای زیلول، گوش میکنم. من شما را تنها میگذارم. بخیر از خالای زیلول، یکم واقع شد. گذشته شین. شینید. مرحمت شما رو گوش میکنم. گفتنی بودم که همش را از اول نقل کنم خوبتر می شود. من پسر دارم، نامش برات. میدونم. انا همون برات. مادر، شما رو در خانه نیفته به اینجا اومدم. مادر چی گپ شد خدیجه؟ باز عزیز تو را زد؟ نه مادر جان، نه. حاضر میگویم برای چی اومدم. این دخترتون از خالای زیلول؟ بله، نامش خدیجه، اپایی برفین. خوش آمدید. خدیجه، چی گفتنی بودی؟ بیایید مادر، بیایید. رفتی. بیا رفته او را میاریم. آخر تو چرا برفینم را نآوردی؟ نه آمد مادر، فکر میکنه داستان است. برفین با سلاح داران یک جای شده است. چی؟ تو چی ها میگویی خدیجه؟ تو نفهمی چی ها میگویی؟ برفین به آنها همراه شده است؟ به خدا که راست میگویم مادر جون. موهایش رو بریده است، سر و لباسش هم به مثل آنهاست. در دستش سلاح، حتی نامش رو عوض کرده است. برفین، دخترک شیرینم، با تو چی کار کردم؟ چرا با از گروه بر آمدی؟ رفته او را از اونجا میارم. گوش نمیکند مادر، با من بر نمیگردم. گفت کی میداند اون حیوان ها با او چی کار کرد؟ او را نمیپرتایم، با آن خواهین ها نمیدهم. خالای زیلول،
التماس ما رو رها کن. آخر زن و فرزند داریم. به هیچ کجا نمیروید. کنی به جایت گذار. فرمان سینان است. پسر جانم، کاش وقتی بر اومدنم بیدارت میکردم، تو را بار آخر میبوسیدم، بوی میکشیدم، از تو سیر میشدم. من هم 3 دختر دارم. به خاطر دعوای بیفایده و مردم ظلم و ستم میکنید. او بال است، گناه است خواهرم. از شما فقط 2 تیر سر میشود، اما فکر نکرده اید که چند نفر از اون ضرر میبینند. گوش کن خواهرم، پسر من بیمار است. باید او را همیشه نگاه بین کرده دارو دهم. اگر مرا در اینجا نگاه داری او میمیرد. تو را التجا میکنم، التماس ما را رها کن. تو دختره که با عقل مینمایی، سلاحت رو پرت و به دهت برگرد. خیلی جوانی، حیف میشوی. از برای خدا ما را رها کن خواهرم. با جایتون گذارید. دستایتون رو بسته نشون دهید. کچه رفته برفین را خبر گیر. برای چی؟ آدم ها را جواب دادیم. خودش تنها چی کار میکند؟ صدایش هم نمیبراید. خواطر شدم. با او چیزی نمیشود. اسیران بستن، خواطر نشد. تو چی رشک میبری کچه؟ دختر رو محافظت میکنی. البته سبب دارد. خب میلش، من خودم رفته خبر میگیرم. هوا هم خیلی خنک شده است. براستی خیلی خنک. من دیروز در نوبداری سخت خنک. ایش خنک خوردن از معلوم نیست. مغز تو خانم یخ کرد. شنیدم که از این هم خنک‌تر میشده. خودت را کمی حسابی ندارم در راه از جانت سیر شدی مژده. جواب ده. او گناهی ندارد، مجبور شدیم ما را با حجت خونه میبرد. بله دختر گناه ندارد. همین خیل دستانتان را کشاده. حیوان آمده اینها را برید. دختر از تو پایشان را مکتب برده. جان برای این کارت جواب میدهی مژده. این کار جزا دارد. مردن. در اینجا جزا را من تعیین میکنم. زود به خانه درآ. زودتر راه. باز او را حمایه میکنی سینان. من گفتم که برای او نقشه دارم که چه. و کارهای من دخالت نکن. دیدی اینجا بیا. لبا سینو. آدمانی باوری ناکد را جمع کن. چی سینو؟ بعد حیابی کلان هجوم میکنیم. زودتر. نمیفهمی چوپان؟ دیگر از پسی من ندو. تو لایقی من نیستی ابله. من به تو کار ندارم قزبان. من رئیس را انتظارم. پدرم چی کار داری چوپان؟ کاری تو چی؟
السلام علیکم رئیس بابا. و علیکم. ایستا چیکار میکنی؟ رئیس. رئیس. بخیر است آلدو؟ یگان مشکلی داری؟ من میخوام به شما کار کنم. چی کاری خواهید میکنم؟ من پولی زیادتی ندارم که به تو دهم آلدو. تو رفته در کوچ چوپانیات رو کنی بهتر است. من پول مول نمیخوام. تنها میخوام برای رئیسمان که مثل پدرم حرمتش میکنم، خدمت کنم. به آن هم در این دهه بغیر از شما کسی سزاوار خدمت نیست. واه. تو چی گفتنت رو میدونی؟ البته میدونم رئیس. شما در این دهه خدمت زیاد کردید. گوش کن آلدو. یگان درهم هم نمیدیم، فهمیدی؟ فقط مرا به خدمت قبول کنید. معایلش قبولت کردم. دستتان رو ببوسم رئیس بابا. یعنی ببوس. بیا درو. خوب شده. کسلیس. السلام علیکم ماما. و علیکم السلام. بیا بکری چی میخوادی؟ پدرم مردند. میدانم. چرا در اینجا بیکار نشستید و به جنازه پدرم ناآمدید؟ اما چرا ناآمدید؟ خاموش باش، خاموش. برای چی؟ پدرم به شما چی بدی کردن؟ به شما چی ضرر رساندن که او را تنها گذاشتید؟ پدرم را چرا صاحبی نکردید؟ اما گوش کن بکری. پدرت با ما هیچ کاری نکرده باشد هم به تشکیلاتی که ما را صاحبی میکنه خیانت کرد. نمیدونی مگر؟ و مولی تشکیلات چشم مالا کرده دزدی. پدری تو خائن است بکری، میدانی؟ پدری من خائن نیست. آماده باش و شب کرد. اونا تیار است سینون. آدمان باوری ناکت همین هایند؟ بله. تو که چه و مژده اسیران را گرفته با دیگر جنگاوران به قرارگاهی در وادی چوار بوده امان روید. همانجا او میخوریم. شما میروید. بروز کار قدام خان. با شما برای کار روید. زودتر راه گردید. روید. سنان و تو هم برای کار میخواهم. تشکر جنابی سبا. انا در اونجاست مادر. در کجا؟ نگرید در اونجاست. خودش تنهاست. چی دوره که مصلحت کردید؟ تو رفته سلاحای عزیز رو بیار. من باشم بعد رون در آماده برفین رو میگیرم. مادر شما از بین اینقدر سلاح دارون چه برفین رو میگریزونید؟ خدا بزرگ از خدیجه. تو رفت. میمورم و تو را از دست نمیدیم. بفی تو را در دستی آن ظالمان نمیمونم. شما خواطر نشوید، من کودک را نگاه میکنم. خیلی خسته شده اید آقای طاهر. رفته کمی استراحت کنید. خوبم جلو، مهم نیست. آقای دکتر چه واقعی آمد که ذکر؟ سلاح داران میآیند.
میزنیم بچه ها که بر اومدن نوشته هایم رو میخوام. کنی تو خون جونکن علی به مکتب رفت. ممشنه دفشنه یک طرف استه هم یک طرف استه. Bir vatan bırakın biz çocuklara, ıslanmış olmasın gözyaşlarıyla. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin çocuklar. Duyucu رو نظارت کن. فهمیدم شما. Islanmış olmasın gözyaşlarıyla. Oynaya oynaya gelin çocuklar, el ele el ele verin. به تو گفته بودم معلمه، گفته بودم مکتب را نمیکشای، گفته بودم. لطفا زود باشه بچه ها. همه جا را شکنه لطفا. شود اینجا. دکن چی میخواه؟ سلام بابا ابراهیم. چیکار شدن پسرم دختر؟ یاخ به تو گفته بودم چنان جزایی میدهم که دیگر خواهی هم مکتب را کشاده نمیتوانی معلمه. تو مرگ کودکان را دیدن میخواهی؟ نبین کودکان نرسه. شما آتش زنید. رفته بروید. آتش زنید. Apa jauh kerja? Apa jauh? Teror kulit.
شرطنامه را نباید می شکستی. اکنون تماشا کن. میرویم دختر. لعنتی ها.